الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. این قسمی 14 جواب ما به شبهات مبشر مسلمیار و هر کسی که جهل را در شرک اکبر و کفر اکبر عذر می داند. و البته این جواب های ما و کشفی که از شبهات مرجعه های عاذری ها کردیم این چنین تعلق دارد به مدخلی ها. هر این جوابی که ما دادیم این چنین جواب به مدخلی ها و حزبی ها و همه ای کسانی که جهل را در شرک اکبر عذر می دانند است می باشد. بارک الله فیکم. یکی از دیگر شبهات مرجعه ها، کسانی که جهل را در شرک اکبر واضح و کفر اکبر عذر می دانند، این است که می گویند اگر ما جهل را در شرک اکبر و کفر اکبر عذر ندانیم، بسیاری مردم را مجبور می شویم که تکفیر نماییم. از همین جهت که بسیاری مردم را تکفیر نکنیم، جهل را عذر می دانیم و از این مشکلی خلاص می شویم. وقتی که مبشر مسلمیار تقریباً در صحبت 77 دقیقه و بعد از این صحبت 2 ساعته و بعد از این با یک چند صحبت های دیگر کرده است، شنیدم یک چند بار به این نکته اشاره نموده است، به مانند این که اگر جهل را عذر ندانیم پس مردم تاجیکستان اکثرشون را مشرک گفته می شود، افغانستان را اکثرشون را مشرک گفته می شود. از همین جهت ما نمی توانیم که جهل را عذر نیست بگوییم، باید عذر است بگوییم. همچنین معنی سخنها و این شبهه تنها مبشر مسلمیار نیست، این شبهه هر کسی که جهل را در شرک اکبر عذر می داند انا همچنین است. جواب ما به این شبهه ضعیف اینها، شبهه بین شبهه ضعیف است، شبهه به مانند خانه عنکبوت است، ترتنک است. اگر پوف بگوید به بخوریشش نابود می شود. اما ما برای شما برادران و خواهران موحدان وفقکم الله باز علما در اساس کتاب الله و سنت رسول الله و کلام سلف صحبت میکنیم. اولا الله سبحانه و تعالی به ما منهج را گذاشت و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را در منهج و راه و برنامه و هدی و روشی آشکار و واضح که از روز روشن‌تر است گذاشتند. این منهج همین است که هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع است مشرک است و وظیفه ما این است که در اساس قرآن و سنت صحبت بکنیم، نه این که قرآن و سنت را در اساس مردم انکار کنیم. امروز ما میبینیم که کسانی که عاذری هستند قرآن و سنت را در اساس مهربانی نمودن به مردم انکار میکنند. مهربانیشون به مردم غلبه میکند و از حد الله گذاشته میگذرند و بالاخره بعد از اینکه گذشتند قرآن و سنت را دروغ میشمارند و از خود سخنهای باطل را ذکر میکنند و به خاطر دفاع این عقیده خود بعد به تهمت و دروغ و دیگر چیزها میگذرند. وقتی که الله گفته باشد که کسی شرک اکبر را کرد مشرک است، کفر اکبر را کرد کافر است، پس ما دیگر یگانه راه همین است که بگوییم سمعا او سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت میکنیم. وظیفه ما بسیاری مردم را به اسلام نسبت دادن نیست یا از پیش خود بسیاری مردم را از اسلام بیرون کردن نیست، بلکه مسلمان گفتن همون کسانی که
الله مسلمانشان خوانده است و کافر و مشرک خواندن همون کسانی را که الله سبحانه و تعالی خودش کافر اعلام کرده است اونها را. ان همین منهج عادی و به نهایت بزرگ است. از جهت فهم ساده عادی همه میفهمد، اما از جهت تطبیق بزرگ است، زیرا از انسان صداقت میطلبد، اخلاص میطلبد، یقین میطلبد، ثبات میطلبد. بارک الله فیکم. منهج دوم ما وقتی که به قرآن نظر میکنیم میبینیم که اکثر مردم در قرآن بیان شده اند که گمراهند. در همه وقت و دور و زمان اکثریت، بسیاری ها، جماعت بزرگ اینها گمراهانند، مشرکانند، کافرانند. علامت حق این بسیار بودن اونها نیست. خوب دقت نمایید بزرگواران، برادران من و خواهران بزرگم از اهل توحید از تاجیکستان و افغانستان، خوب دقت بکنید که بزرگ بودن جماعت این دلالت به حق بودن اون نمی کند. موافق بودن به قرآن و سنت با فهم سلف این امت دلالت به حق بودن می کند. اگرچه یک نفر باشد این امت است و این حق است. الله سبحانه و تعالی ابراهیم را چی گفت؟ امت گفت. امتا قانتا لله حنیفه. ابراهیم امت بود، حنیف بود، در راه حق بود، در راه توحید بود و ما کان من المشرکین و از جمله مشرکین نبود. گرچند که ابراهیم یک نفر بودند، تنها بودند، اما الله ابراهیم را امت اعلام کرد. از همین جهت کسی که یک نفر است، یک جماعت طایفه خرد است، اما در حق است، پیروی از قرآن و سنت میکند، پس انمین امت است، انمین جماعت است. کلمه جماعتی که اهل السنه والجماعه آمده است، نه این که همه مشرکان رو جمع بکنیم، یک میلیون بکنیم، این جماعت است. نه، جماعت کسی که چنگ میزنند به قرآن و سنت با فهم سلف صالح، انمینو هستند جماعت. و جماعت هستند در زیر خلیفه مسلمان ها یا یک امیر و حاکم مسلمان ها که به حکم الله رسول حکم میکند. این هم یک معنای دیگر. بالعموم شما وقتی که به قرآن نظر میکنید و اکثریت رو از قرآن میکوید، میبینید که الله چی میگه؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. در سوره یوسف اکثر آنها ایمان نمی آورند مگر اینکه مشرکند. یعنی ایمان می آورند و باز مشرک هستند یا مشرک میشوند. الله آشکار و واضح گفته ایستاده است که ایمان نمی آورند به الله اکثر انسان ها مگر اینکه باز مشرکند. علما در شرح این آیه چی گفتند؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، سوره یوسف آیه 106. ایمان می آورند باز به شرک اکبر واقع شدند، یا که ایمان می آورند و این چنین شرک اصغر دارند. کسانی که ایمان آوردند و شرک اکبر دارند، کفر اکبر دارند، اینها کافرند. اما اگر شرک اصغر داشته باشند، البته که اینها مسلمانند. ابن کثیر در زیر تفسیر این آیت میگوید یخبر تعالی عن غفلة اکثر الناس او اکثر الناس عن التفکر فی آیات الله و دلائل توحیده. الله در این آیت خبر میدهد که اکثر انسان ها در غفلت هستند از تفکر کردن آیات های الله و از دلائل توحید و از خلق کرده الله که این آسمان ها و زمین را و این ستاره و آفتاب را خلق کرده است و از این همه کائنات در غفلتند. و در جای دیگر میگوید قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. بگو دور زنید در زمین، نگاه کنید که عاقبت کسانی که پیش از شما آمده بودند چگونه است. چگونه بودند؟ بسیارشون مشرک بودند. در سوره روم آیه 42 امت‌هایی که پیش از ما گذشته است، از امت عیسی و موسی و نوح و ابراهیم و دیگر انسان‌ها، اکثرشون
اکثر امت‌های دیگر پیامبر یا که قوم بگیم اکثر قوم دیگر پیامبرای گذشته در زمان خودشون چی بودند؟ اکثرشون مشرک بودند. اکثریت در قرآن همیشه به مذمت آمده است. اکثریت انسان ها نمیدانند، اکثریت انسان ها نمیفهمند، اکثریت انسان ها اندیشه نمی کنند. همین کلمه اکثر الناس لا یعلمون 11 مرتبه در قرآن ذکر شده است. فقط همین کلمه که بسیاری انسان ها نمیدانند، لا یعلمون، نمیدانند، نمیفهمند، جاهلند، 11 مرتبه ذکر شده است. در سوره اعراف، در سوره یوسف 3 بار، در سوره سبا 2 بار، در سوره روم 2-3 بار. و بالعموم در قرآن 27 مرتبه ذکر شده است که بسیاری انسان ها نمیفهمند، گوش نمیکنند، گمراهند، کافرند، یا که بگیم اونها مشرک شده اند. اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر الناس لا یفقهون، اکثر الناس لا یعقلون، اکثر الناس لا یسمعون، ولكن اکثرهم یجهلون، بلکه اکثرشون جاهلند. این همه آیات ها رو الله سبحانه و تعالی برای چی ذکر کرد؟ در سوره هود آیت 17 نظر بکنید، ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، بلکه اکثر انسان ها ایمان نمیارند. در سوره یوسف آیت 103 نظر کنید، و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگر کوشش بکنی خودت رو بکشی، حریص باشی، هم بسیاری انسان ها مؤمن نمیشوند. مؤمن شدن انسان ها و کافر شدن انسان ها در دست ما نیست. زیرا الله میگه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. تو هر کسی رو که دوست داری هدایت کردن نمیتونی، الله کسی رو خواهد هدایت میکنه. این مراجعت به رسول الله است صلی الله علیه وسلم. و کلمه ولكن اکثر الناس لا یؤمنون در قرآن یک چند بار تکرار شده است. در سوره رعد آیت 1 هست، در سوره شعراء آیت 8 هست، و ما کان اکثرهم مؤمنین. سوره یاسین آیت 7 هست، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. سوره غفر آیت 59 ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. ببینید یک چند آیه اومده است اکثر انسان ها ایمان نمیارند، یا که ایمان بیارند هم باز شرک دارند، باز مشرکند. اکثر انسان ها نمیدانند و نمیفهمند، ولكن اکثر الناس لا یعلمون. سوره اعراف آیت 187، سوره یوسف آیت 21 40 68، سوره نحل آیت 38، سوره روم آیت 6 و آیت 30، سوره سبا آیت 28 36، سوره غافر آیت 57، سوره جوسه آیت 26. همه این آیات ها بیان میکند که بسیاری مردم نمیفهمند و جاهلند و به سبب جهل مشرکند. ولكن اکثرهم یجهلون. سوره انعام آیت 111، ولیکن اکثر آنها جاهلانند. سبحان الله. پس امروز بسیار انسان هایی که میگویند که ما ایمان آوردیم اما شرک را ترک نکردند، یا که به شرک واقع شدند که صحت ایمان آنها نابود شد و اسلامشان شکست. خیلی که یک انسان طهارت کرده باشد، اگر باد برآرد طهارتش نابود می شود، زیرا که طهارتش شکست. یا کسی که نماز می خواند، در درون نمازش اگر صحبت بکند، صحبت دنیوی، نمازش باطل می شود، باید از سر نو بخواند. خیلی که کسی روزدار اگر طعام بخورد قصدن، روزش می شکند. خیلی که انسانی حج کرده ایستاده اگر جما بکند، حجش فاسد می شود. این چنین انسانی که خود را مسلمان می گوید اگر به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شود، اسلامش می شکند و نابود می شود. جهل در مسائل شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر به مانند دشنام الله، دشنام رسول الله، استهزاء عذر نیست. وقتی که تو به چشمت دیدی این چنین انسانها را که واقع به شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر شدند، به تو واجب است که تکفیرش بکنی، و الا خودت در خطری بزرگ هستی.
ای کسانی که میخواهید که اکثر مردم را مسلمان بشمارید، ای کسانی که میخواهید که اثبات بکنید که در این دنیا اکثریت مسلمان هستند یا اکثریت کسانی که لا اله الا الله مسلمان هستند اگرچه به شرک واقع شوند، شما اعتراض و اعراض به الله دارید، زیرا که الله میگه که نه، اکثر انسان هایی که خود را مؤمن و مسلمان میگند به شرک واقع شدند. اکثر انسان ها نمیفهمند، اکثر انسان ها نمیدانند، ولكن اکثرهم لا يعلمون ولكن اکثرهم لا يسمعون ولكن اکثرهم لا يفقهون ولكن اکثرهم لا يؤمنون ولكن اکثر الناس يجهلون. انا این آیات های الله سبحانه و تعالی بیان میکند که اکثریت مردم در گمراهی و جهالت و بی اندیشگی و کفر هستند، اگرچه بسیاری اونها دعوای ایمان هم بکنند. ما نباید به خاطر مهربانی و عاطفه بودن حکم الله را ترک بکنیم و نباید این چنین تشدد بکنیم و غلو بکنیم و از جمله غلات باشیم که الله و رسول تکفیر نکرده رو تکفیر بکنیم. نه، بلکه وسط باشیم، در حدود دایره گذاشته الله سبحانه و تعالی باید بایستیم. ای کسانی که از حدود الله میبرایید، هر چی خواهید میگویید و گمان میکنید که کسی به شما چیزی نمیگوید، نه، این فکر را از سرتون بردارید، بلکه ما طالب علمان اهل سنت و جماعت هستیم که گمراهی شما را بیان میکنیم. این اسلام دین شما، دین اجداد شما نیست که هر چی را شما خواهید بگویید و کسی همه شما را تماشا بکند. نه والله، ما شما را خفه میکنیم، چهره واقعی جهالت شما را باز میکنیم و به مردم میگوییم آشکار و واضح که شما حالا اسلام و ایمان را از کفر و شرک جدا کرده فرق گذاشته نتوانستید. انمین است حقیقت جهالت شما. هر کسی دعوای علم بکند اما عذر بالجهل بدهد، او حالا اسلام و ایمان را از کفر و شرک فرقش را نفهمیده و جدا کرده نتوانسته است. و اگر از جهت دیگر به قرآن نظر بکنید، قرآن آشکار و واضح به شما بیان میکند. باز ببینید که بسیاری انسان ها اگر مشرک باشند، ندانند، نفهمند، اندیشه نداشته باشند، تفکر نداشته باشند، گوش نکنند، گمراه باشند، کمی اونها هدایت یافتند که الله میگه و قلیل من عبادی الشکور، و کمی و اندک از بندگانش شکرگزار هستند، مؤمن و موحد هستند. ای الله ما را از جمله انمین بندگان اندکت بکن که شکرگزار تو باشیم و در راحت ثابت قدم بایستیم. پس این قرآن به ما آشکار و واضح بیان کرد. از همین جهت این شبهه شما شبهه شیطانی هست. این شبهه شما شبهه ساخت نفس خود شما است. در اساس قرآن و سنت و فهم سلف سخن نکردید. بارک الله فیکم. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند، در یک وقت کم چقدر انسان‌هایی که ایمان آورده بودند باز بریده واقع شدند. تا این حد بریده واقع شدند که همین سال را سال عام الرده گذاشتند، سال رده. اگر از سیره خبر داشته باشید ای آزری ها، جاحظی ها، ای کسانی که جهل را عذر میدانید و مردم را اکثریت را نباید بگویم گویان شبهه می آرید، ببینید که این سال را چی نام گذاشتند؟ سال رده، یعنی سال از اسلام خارج شوی. بسیار کسایی که خود را مسلمان می گفتند یک قسم امتناع کردند از پرداخت زکات. زکات را گفتند که واجب است اما گفتند نمیدهیم. اقرار کردند اما امتناع کردند. امتناع یعنی از پرداختنش سرکشی کردند. یک قسم از جماعت مسیلمه کذاب که هزارها نفر بودند، اعوذ بالله، بعد از وفات پیامبر میراث گرفتند، گویا که پیامبری را مسیلمه کذاب لعنت الله علیه خود را پیامبر اعلان کرد.
هزارها نفر به اون طرف. یک قسم در بحرین کاملا از اسلام دست کشیدند و قسم دیگر در یمن و غیره. آیا ابوبکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان و علی و دیگر از صحابه های کبار رضی الله عنهم گفتند که ما اینها را کافر نمیگوییم زیرا که اکثریت را تکفیر کرده ایستادیم، بیایید خاموشانه اینها را جهل کتی عذر میدهیم؟ گفتند یا نگفتند؟ نگفتند. در حالتی که این مرتد شده ها پیامبر را دیده بودند و پیامبر ایمان آورده بودند، اما بعد از وفات پیامبر به هر گونه شکننده های اسلام واقع شدند. اکثریت واقع شدند در همون بادیه نشین و در گرد و اطراف. خیلی که گفتیم این سال رو سال ریده موندند و هیچ کسی از صحابه نگفت که نه ما نمیگویم اینها را مرتد نمیگیم، زیرا که اکثر اینها را اگر مرتد گویم کار بیزیب می شود، اکثریت کافر گفته می شود، اقلیت میمونیم، ما کم میشویم، اینو زیاده است. نه، حکم الله را جاری میکنی. کم شد، زیاد شد. تو وظیفه دار نیستی که اثبات بکنی که مردم بسیار مسلمان است یا اثبات بکنی که مردم کم مسلمان است. وظیفه تو همون است که قرآن را تطبیق بکنی در حیات زندگیت. کدام جانب بسیار باشد، کدام جانب در نتیجه قرآن غلبه کند، تو همون جانب را باید اختیار بکنی. وقتی که مشرک جانبش زیاد بودنش غلبه کرد، این بیان قرآن است. چی کم بودی دارد؟ کم شدن و بسیار شدن یگان چیز را عوض نمی کند. برعکس وقتی که شما مشرک را به جمله مسلمان ها وارد میکنید، انمین از شکست امت، انمین است که نابود می شود الولاء و البراء. شما الولا را به جای اینکه به مسلمان و موحد نسبت بدید، میبرید و به مشرک الولا را تطبیق میکنید. با مشرکین باید براءت میکردید اما موالات میکنید. پس به شما نصرت الله نمیآید. نصرت الله تا همان روزی که مشرکین و مرتدین را از مؤمنین و موحدین جدا نکنیم و الولا را به مؤمنین و موحدین و البرا را به مشرکین و مرتدین انجام ندهیم، نصرت نمیآید، عزت نمیآید. پیروان مسیلمه کذاب آیا همشون عالم بودند؟ آیا همشون میدانستند؟ قصه های صحابگان را نظر بکنید. وقتی که مسیلمه کذاب خیست دعوای پیامبری کرد، یک چند نفر از همون شرفمندان قوم، سرداران قوم، رؤسای قوم خیستند و بر دروغ مسیلمه کذاب را دستگیری کردند. گفتند که بله ما رسول الله را شنیده بودیم که مسیلمه کذاب را بعد از خودش پیامبر کرد و وظیفه داد و میراث داد و همچنین شهادت دروغ دادند. مردم، اکثریت مردم بادیه نشین بودند. اکثریت مردمی که پیروی از مسیلمه کذاب کردند و مرتد حکم کرده شدند از جانب صحابگان، اکثریت این پیروان مسیلمه کذاب جاهل بودند، بادیه نشین بودند، خونده نمی توانستند. اینترنت هم امروز نبود، تلفن نبود که به ابوبکر صدیق رضی الله عنه تماس گیرند و بگویند که ابوبکر همین درست است یا نادرست. هیچ خبری نبود. اونها از جهل و به سبب شهادت دروغ فریب خوردند و تقلید و تعویل و جهل کردند و به مسیلمه کذاب پیرو شدند، به شرک واقع شدند، به کفر واقع شدند از سبب جهل، از سبب نادانی حقیقی. اما صحابگان یگان نفری اونها را به جهل عذر ندادند، همش را حکم مرتد دادند و خالد ابن ولید را فرستادند که همش را بکش. و اینچنین کسانی که زکات را منع کرد، رؤسای قوم زکات را نمیدهیم گفت، آدم‌های جاهل پیروی کرد. ابوبکر صدیق آدم جاهل و آدم عالم همش را یک حکم دادن مرتد. انا همین است حقیقت اسلام ای جهلا. اما شما با این گفته اتون طعنه به صحابه میزنید، طعنه به دین میزنید و خود را از صحابه و از سلف صالح افضل میگیرید. شما خود را غمخورتر مردم میگیرید. اگر غم خوردن در همین باب ضرور می بود، جایز می بود، صحابگان رسول الله این غم را می خوردند و به این عمل می کردند. آنها عذر ندادند به کسانی که
پیامبر را دیده است. و یا ندیده باشد هم بسیار جاهلایی بود که ندیده بود. پس انا همین است حقیقت امر. از ابی هریره روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند، در صحیح مسلم آمده است والله اعلم روایت که میگند بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. شتاب کنید به سوی عمل نمودن، به سوی تطبیق توحید، زیرا فتنه بمانند یک قطعه شب تاریک و ظلماتی می آید. چنان فتنه به وجود می آید که انسان شبانه مسلمان خواب می کند، روزانه کافر از خوابش می خیزد. صبح کافر می شود، صبح مؤمن است، بیگاه کافر می شود و دینش را به خاطر یک اندک از دنیا می فروشد. این سخن پیامبر است صلی الله علیه و سلم. و امروز ما دیده ایستادیم که پگاهی مؤمن است، مسلمان است، بیگاهی کافر و مشرک و طاغوتی است. بیگاهی مسلمان بود، پگاهی میبینی که کافر است. کی این را میتواند این کار بکند؟ هیچ کسی، زیرا این سخن رسول الله است. به اسلام داخل شدن معناش این نیست که تمام دیگر اسلام بیرون نمیشوی. نه، خیلی که در آمدی و این چون یک دروازه دیگر دارد که اگر اهمیت ندادی میبرایی، اگر خودت را نگه نداشتی از اون دروازه از اسلام بیرون میشوی. از همین جهت شیخ عبدالعزیز طرفی میگن جاهل ترین انسان ها همون کسانی هستند که به اسلام در آمدن را آموختند و فهمیدند، اما از اسلام بر آمدن را نه آموختند و نفهمیدند. از همین جهت از یک دروازه در آمدند و از دروازه دیگر بر آمدند، اما بیخبرند و بسیاری گمراهی را انمین علماء و سو تشکیل میکنند، زیرا که دروازه اسلام در آمدن را باز کردند و دروازه بر آمدن را محکم نکردند، بلکه دروازه بر آمدن را هم باز کردند. شرک اکبر و کفر اکبر را کنید باکی ندارد، شرک اکبر و کفر اکبر را کنید انشاءالله اجر هم میگیرید. از گفته انا همین دعوتگران بزرگوار به نام. پس از الله بترسید. این دین دین الله است. در نزد الله جواب خواهید داد. پس این شبهات شما شبهات جاهلانه است. الله سبحانه و تعالی میگه در سوره مائده 80 و 81 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. میبینی که بسیاری از آنها دوستی میکنند و به دوستی انتخاب کردند کافرها را و بسیار بد است آن چیزی که اینها پیشنهاد کردند، از نفسیشان عمل کردند. این به غضب الله داخل شدن اینها است و راضی نشدن الله از اینها است و اینها به همین سبب به عذاب جهنم خالدن وارد می شوند. و اگر اینها ایمان می آوردند به الله ولو كانوا یؤمنون بالله، و اگر اینها ایمان می داشتند به الله و به رسول الله و به آن چیزی که به رسول الله نازل شده است، هیچگاه کفار را اولیاء نمی گرفتند، بلکه بسیاری از اینها فاسقانند. الله در اینجا آشکار کرده شده است که بسیاری انسان ها دوستی میکنند با کفار، بسیاری آنها یعنی منافقان. ولی امروز ما میبینیم بسیار این مرتدین که امروز در حکم هستند انا هم به همین وقت داخل میشن. پس ابو الوفاء ابن عقیل رحمه الله میگن که اذا اردت ان تنظر الى محل الاسلام من اهل الزمان فلا تنظر الى ازدحامهم في ابواب المساجد ولا الى ضجيجهم بلبيك ولكن انظر الى مواطئتهم اعداء الشریعه. اگر خواهی که بفهمی محل اسلام را در اهل زمانت، اگر خواهی فهمی که اهل زمانت در اسلام چگونه هستند، تو هیچگاه نگاه نکن به ازدحام اونها در بابهای در درهای مسجد، به ازدحام اونها در حج و به لبیک گفتن اونها به حج نگاه کرده به مسلمان بسیار بودنش یا نبودنش تو حکم نکن، بلکه نظر کن به موافقتی مسلمان ها به دشمن های شریعت، که چقدر انسان ها که خود را مسلمان میگویند
موافق هستند و چقدر موافق نیستند. هر کسی که موافق به دشمنهای شریعت نیست، پس انا همون را تو فهم که مسلمان حقیقی است. انا چگونه باید مسلمان شناخته شود؟ در کتاب شرح السنه البربهاری در مسئله 82 ذکر میکنند که واحذر ثم احذر اهل زمانك خاصه وانظر من تجالس وممن تسمع وممن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. برحذر باش از اهل زمانه برخصوص از اهل زمانه برحذر باشید. نظر بکنید که با همراهی کی می نشینید و از کی سخنش را گوش میکنید و با کی دوستی میکنید. در دوامش میگن که همانا که گویا همه خلق در ریده وجود دارد مگر هم کسایی که الله خودش اونها را امین نگه داشته است. این سخن را در عصر 3 و 4 امام اهل سنه ابو محمد البربهاری وفات کننده 329 هجری گفتند. در همون عصر خودشون گفتند. گویا گفتند بسیاری مردم در ریده است. ریده یعنی کلمه ای که به کافری اصلی نسبت داده نمیشد، بلکه کسایی که خود را مسلمان گفتند و باز از اسلام گشتند. گفتند گویا که همه خلق در ریده هستند. فإن الخلق كأنهم في ردة، همانا که خلق گویا که همه آنها در ریده هستند. پس نگفتند که ما بسیار کس رو حکم کرده شدیم یا کم کس رو. از همین جهت بارک الله فیکم این شبهه شما شبهه ضعفا هست، شبهه جهلا است، شبهه بی‌حجتا است. بسیار شدن و کم شدن این معیاری سنجش نیست. از همین جهت سلف این اومد میگن که اظهر الحق، حق ظاهر کن. بعد از حق ظاهر شدن اکثر انسان، اگرچه اکثر انسان ها به حق نرود هم به حق هیچ ضرری نیست، اگرچه اهل حق کم باشند. حق ظاهر شود، اهل حق کم باشد، اهل باطل بسیار باشد هم هیچ ضرری نیست. معیار حق بودن در بسیار بودن نیست یا کم بودن نیست. معیار حق موافق قرآن و سنت بودن است با فهم سلفی صالح. انا همین معیار را خوب دقت بدید. بعضی اون معیار را خطا کردن. بارک الله فیکم. و باز میگن که تکفیر کردن مشرکین این تفریقه گذاری در بین مردم است، فتنه کردن است، تفریقه است. البته بین ایمان و کفر، بین توحید و شرک باید تفریقه انداخته شود. بین حق و باطل باید جداگی انداخته شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم را همچنین طعنه زده بودند که انت فرقته، تو تفریقه انداختی، و همچنین دیگر پیامبران را که تو جدا انداختی. این دین جدا اندازی را به من و شما امر میکند. این نام قرآنی که ما کتاب الله اعتقاد میکنیم دیگر نام دارد که فرقان است. این فرقان یعنی چی؟ جدا کننده حق و باطل از همدیگر، جدا کننده ایمان از کفر، جدا کننده توحید از شرک، جدا کننده اخلاص از شرک، جدا کننده اهل حق از اهل باطل. دعوتگری که اهل حق و باطل را جدا نمی کند، البته او دعوتش در اساس قرآن و سنت نشده است، زیرا که الله منهج دعوت را بیان کرد. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا و من اتبعنی سبحان الله و من من المشرکین. بگو این راه من است، دعوت به سوی الله میکنم با بصیرت. بصیرت چی؟ ای تمییز بین الحق و الباطل، حق و باطل را جدا میکنم. بصیرت یعنی جدا کردن حق و باطل است، جدا کردن مشرک از مسلمان است. این فتنه نیست. فتنه مشرکی که الله مشرک گفته است او را مسلمان گفت. این فتنه است و فتنه بزرگ این شرک و کفر اکبر است. فتنه‌گران شمایید که به خاطر مردم قرآن را به پشت سر گذاشتید، به خاطر مردم سنت و منهج سلف صالح را پشت سر کردید و به خاطر مهربانی مشرک را مسلمان گفتید
و دین را عوض کردید. توبه بکنید و به سوی الله بازگردید. با همین من فکر میکنم به همه بزرگترین شبهات عازری ها، جاحظی ها، از مدخلی های گمراه تاجیک و از حزبی ها و از مرجعه ها و غلاتش و غیر غلاتش از افغان و غیره ما جواب گفتیم و امیدوارم این جواب های گفته ما سبب هدایت این مردم بشود و سبب کشف شبهات اینها بشود و البته که سبب مستحکم شدن حجت برادران و خواهران موحدان شود. اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين.